یک بار دیگر سلام به همه بینندگان گرامی کانال آموزش ایما. اکنون مسئله های را دیده میبریم دایر به چارکنجه برجسته. مسئله رقم 634 به توجه کنید. شرط مسئله در اکران شما موجود است. گفته است که سه کنجی چارکنجه برجسته به 57 86 115 گرادوسی برابرند. کنجی چهارمی این چارکنجه رو ببینید. بینندگان گرامی، پیش از همه میخواهم به تعریف بسیار کنجه ای برجسته و خاصتا چارکنجه برجسته یک بار دیگر خاطر رسان کنم، به یاد شما بیارم. بسیار کنجه همان وقت برجسته میشد که بسیار کنجه از همه گونه طرف دلخواهی آن خط راست گرزانیم در یک نیم همواری باقی ماند. مثلا نگاه کنید، رسم به چارکنجه برجسته رسمش هست. از کدام طرفش اگر خط راست گرزانم من در یک نیم همواری میخوابد. اکنون مثلا چارکنجه غیر برجسته نگاه کنید. مثلا از این طرفش اگر ما خط راست گرزانیم در هر دو نیم همواری هم قسمه های آن میماند. بنابراین چارکنجه برجسته هم این همین گونه چارکنجه هست که یعنی که از طرف دلخواه آن خط راست گرزانده شود. خط راستی که طرف دلخواهش در بر میگرفتگی خط راست گرزانیم و در یک نیم همواری خوابد، در یگان نقطه آن به نیم همواری دیگر تجاوز نکند، نگذرد. اکنون چارکنجه برجسته همین خیلی خاصیت دارد که این کورسی فنی پلانیمتری صنف هشتم ما اثبات کرده بودیم که سومه کنجه های داخلی چارکنجه برجسته همیشه به 360 گرادوس برابر است بچه ها. و یک دیگه قاعدهش همین که سومه کنجه های به یک طرف چسبیده چارکنجه برجسته همیشه 180 گرادوس است. میخواهم این موضوع رو شما فراموش نکنید. اینم تیمه لازمی مسئله های آینده به دکم شد. یعنی سومه کنجه های به یک طرف چسبیده در چارکنجه برجسته به 180 گرادوس برابر است. سومه همه کنجه های چارکنجه برجسته به 360 گرادوس برابر است. همین خاصیت کفایه است که همین چیز دانستن کفایه است که مسئله های 634 635 636 حل کرده شود. نگاه کنید، گفته است که سه کنجی چارکنجه برجسته به همین ها برابر است. کنجی چهارم چارکنجه را یافت. برای این چی کار میکنید؟ از 360 گرادوس حاصل جمع هر سه این کنج را گرفته میپرتاییم. جوابش 102 بوده است. 635 به نگاه کنید. عیناً همین متد استفاده برید. جوابی درست 99 گرادوس. و مسئله 636 عیناً با کپی همین مسئله جوابی درست وریانت B 75 گرادوس بوده است.